سلام علیکم. سلام گفتم تو خونه. خب 1 2 3 دبشه. سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدیم به کانال خودتون و خوش اومدیم به اولین مصاحبه‌ای که براتون در نظر گرفتم. روژان رو اینجا داری، یکی از دوستای قدیمی من. سلام کن روژان. سلام، من روژانم. نمیشناسم شما رو. کی؟ از آشناییتون خوشبختم. سلام گلتون. خب من اینجا از قبل یه سری سوال آماده کردم که روژان البته ندیده هنوز، ولی خب میخوام ازش سوال بپرسم در مورد آلمان و اینکه اصلا چجوری اومده آلمان، چند سال اینجاست و خیلی چیزای دیگه که حالا طی ویدیو میبینیم. خدا بخیر کنه. خب بریم. آره خب اسمتو که گفتی همه موقع آشنا شدن، روژانه. YouTube channel, Rojan Diaries. میخوای بیوگرافی بدم از خودم؟ آره میخوای بگو، سنتو بگو و آره. من روژانم، 25 ساله، از ایران. کوچولو ولی خب یه حدود 10 سالی است که آلمان زندگی میکنم. با خانواده اومدیم اینجا دیگه. دانشگاه الان درس میخونم، مهندسی محیط زیست. خیلی هم عالی. سخته آره. ولی داره میگذره. دیگه چی بگم؟ تا اینجا کافیه که حالا بعد من یه ذره سوال کنم ازت دیگه. خب حالا برام توضیح بده برای بچه‌ها که محیط دانشگاه اینجا توی آلمان چجوری. البته تو فکر کنم ایران دانشگاه نرفته بودی که بخوای مقایسه کنی. نه نظر مقایسه نمیتونم زیاد نظر بدم، ولی خب میتونم که از نظر کنکور و اینا ایران خیلی سنگین‌تره. اینجا کلا ابیتور دیپلم گرفتم. بعد مرحله دیپلم که تموم شد وارد دانشگاه درخواست میدی که بری دانشگاه، وارد دانشگاه آدم بشه. عیبی نداره، این اولین باره که داریم مصاحبه میگیریم. من اونقدر عشق دارم، خدا سر شاهد خودم، به خود کاری داری داشتم نرسیدم چون قلبم الان گرفتی، قلبم گرفت، واقعا قلبم گرفت، یه دونه ایمزام خواستم بیا قلبم گرفت. باشه. دانشگاه محیطش کلا محیط خوبیه، یعنی از نظر بچه ها و خوشگذرونی و از نظر خوشگذرونی خوش میگذره، و از نظر درسی و کلاس ها یکم سنگینه، یکم که نه خیلی سنگینه. خب برای توی که خارجی هستی سنگینه یا برای خود آلمانی حتی برای خود آلمانی هم سنگینه. مثلا آلمانی هم شده که سر کلاس چیزی رو من متوجه نشدم، ازشون سوال کردم، اونا هم متوجه نشدن. اونا گفتن که ما هم نفهمیدیم. گفتم چطوری تو آلمانی اینجا به دنیا اومدی، باید بفهمی. مطمئنی که اونا هم متوجه نمیشن یا اینکه مثلا یه کاری میکنن از قصد که مثلا بخوان چجوری هم حسادت کنن یا نه خیلیشون واقعا متوجه نمیشن. مثلا شده که میپرسن بعد میگن که ما هم نفهمیدیم، حتی خودشون از استاد سوال میکنن، باز استاد سعی میکنه از روش‌های مختلف توضیح بده، ولی کلا سنگینه. به اینم زیاد ربط نداره که مثلا آلمانیت خوب باشه مثلا باشه، بتونی مثلا خوب حرف بزنی. اینا آلمانیت هم کم باشه مهم نیست، مهم اینه که مثلا درس‌ها رو متوجه کلا نمیشی. مثلا شده که من اون درس‌ها رو مثلا برای مثال میگم درس ترمودینامیک یا درس الکترونیک مثلا داشتیم که من اون درس رو کلاس آنلاین از ایران گرفتم، ولی با این حال مثلا استادی که تو ایران برام توضیح میداد بازم متوجه نمیشدم، میگفتم من واقعا نمیفهمم چی داری درس میدی. یعنی کلاس از ایران برمی داشتی اونم مثلا متوجه نمیشدم، سنگین بود واسم. آره خب یه سری چیزا یکم سنگین‌تره. فکر می‌کنم کسایی که کلا تو ایران درس خوندن مثلا یه پایه‌ای دارن، مثلا توی دیپلمشون کنکور مثلا ایران دادن، خیلی میتونن از نظر دانشگاه اینجا پیشرفت کنن، چون بالاخره ایران درس‌ها سنگینه و آماده هستن از قبل. بعد میان اینجا خب براشون خیلی راحت‌تره. آره فشار نمیاد بهتون. تا جایی که متوجه شدم یعنی درس‌ها تو ایران خیلی فشرده‌تر و سنگین‌تر درس داده میشه تا نسبت به حالا مدرسه‌های اینجا و دانشگاه‌های اینجا. مدرسه‌هاش خیلی اینجا راحته. مثلا جوری که ما چیزایی که توی دوم راهنمایی یاد میگیریم اینجا مثلا توی مال دیپلمشون هست. آره خیلی سطحش پایین‌تره. حالا من و روژان توی مدرسه با هم آشنا شدیم، یکم تفاوت سنی داریم ولی خب
یه سری چیزها که بخوام گفته بشه راجع به من، زمانی گفته میشه که خانواده‌مون یکم بزرگتر بشه. بعد اون موقع روژان میشینه اینور، من میشینم اونور، روژان ازم سوال میپرسه با کمال میل که شما ببینین حالا من چجوری توی آلمان چی کار میکنم و چجوری مثلا به این مراحل رسیدم. ولی این یه چیز و این یه مورد البته بگیم که میخوای بگی به بچه‌ها بگی که ما چجوری با هم آشنا شدیم. ما توی مدرسه بودیم، کلاس اگه اشتباه نکنم کلاس دهم آلمان. حالا نمیدونم چیه ایران میشه، میگم حالا من تفاوت سنی داریم با هم من نباید در واقع مدرسه میرم، ولی خب به خاطر زبان و اینا مجبور شدم که از طبقه های پایین تر شروع کنم. منم همینطور. آره به خاطر همین دیگه با هم کلاس شده بودیم. چند سال تقریبا ما هم دوستیم؟ تقریبا الان یه 8-9 سالی هستش که من سحر رو میشناسم. یه دختر بسیار گوگلی مگولی و پر انرژی. گوگلی مگولی خود کودک درونش همیشه زنده است. آره خب حالا این که اصلا آلمانو دوست داری از زندگی کردن اینجا راضی هستی؟ اگه الان بگیم که نه شما برمیگردیم میگیم بیا برگردیم ایران. چیکار کن؟ شما بگو با چیکار کن؟ من فقط شب تا صبح دعا میکنم. ای خدا. حالا بگو بهمون ببینیم. سوال خیلی قشنگی. به همیشه همه مثلا میپرسن میگن آلمانو دوست داری؟ مثلا چطوری، راضی هستی؟ ببین بچه‌ها، من خودم شخصا واقعا بخوام رو راست باشم باهاتون، من از آلمان خوشم نمیاد. حالا دلایلی داریم که من دارم اینو میگم. آلمان از این نظرهای خوبه، مثلا از نظر پیشرفت و کار و درس و اینا اوکی خوبه، خیلی خوبه. اغراق میگن؟ آره درست. ما فارسی خیلی کم. آره فارسی نو بلد. آره اغراق فکر کنم میشه کلمه. اغراق نکنه. آره اغراق نکنم. مثلا خوبه از نظر مدرسه و پیشرفت و اینا، میتونه واقعا جای خوبی، کشور خوبی باشه. ولی مثلا برای چیشو دوست ندارم، آب و هواش دوست ندارم. آب و هواش همیشه مثلا ابری، دلگیره. الان شما امروز رو میدیدین؟ امروز هوا خیلی خوبه، یعنی مثلا امروز بهشت ماه اینجا، هوا آفتابی 24 درجه، خیلی مرطوب و گرم و همه چی اوکی و زیبا خوشگل مشکل. ولی یه مشکل دیگه هم که یعنی من خودم شخصا دارم و واسه من خیلی مشکل بزرگی حساب میشه، مردمش اصلا گرم نیستن، یعنی مهربون هستن ها، کمابیش مثلا آدمایی پیدا میشه که هم خوب باشن هم بد باشن، ولی سردن. مثل ماها که مثلا میریم بیرون، مثلا تا یکی رو میبینیم سریع گرم هستیم، مثلا باشون میخندیم، خوش مشرق الان اونو بیخیال. ولی کلا یه مشکلی که روژان همیشه داره، بعضی وقتا به من پیام میده میگه من تو صورت اینا میخندم، چرا وقتی به اینا میخندم اینا مثلا خیلی اخ میکنن؟ اصلا خیلی من اذیت میکنه این موضوع. مثلا بیرون مثلا من عادت دارم همیشه لبخند میزنم به ملت، و مثلا خود آلمانی اینجوریه، مثلا من الان چرا دارم بهش لبخند میزنم؟ من تو رو میشناسم، مثلا چرا داری لبخند میزنی؟ هستن آدم‌های خوب، همه جا خوب و بد داره، ولی کم. ولی مثلا تو ایران میتونی اینا بیشتر ببینی. جدی میفرمایی؟ مثلا این بار آخری که من ایران بودم خیلی خوب بود، یعنی من تو خیابون رد میشدم همه لبخند میزدن، گفتم آخش دلم باز شد اصلا به خودم اصلا دلم میگیره. مثلا از این لحاظا یکم بده. یا مثلا از نظر دوستی و اینا بهت سریع اعتماد نمیکنن، زمان مثلا میبره که بیان جلو. هر چقدر تو خوبی بهشون بکنی، مهربونی کنی، مثلا نه، بازم میگن که مثلا وقت نیاز دارن که اینو داری الان راجع به آلمانیا میگی؟ راجع به آلمانیا میگم. آره این چیزا شکم داره من اذیت میکنه، ولی کلا برای پیشرفت و کار و درس و اینا خب کشور خوبیه. اگه بخوام رو راست باشم باهاتون کشور خوبیه. ولی کسایی که مثلا آب و هوا براشون مهمه یا مثلا روابط مردم براشون مهمه، ممکنه کشوری باشه که خب توش اذیت بشن. و کسایی که فقط خوشگذرانی تو مد نظرشونه، یعنی شما فکر نکنین که اگه بخوایم بیاین آلمان از صبح تا شب خوشگذرونیه اینجا. نو. آره این واقعا نیست. و کسایی که الان اینجا میان توی آلمان و حالا بلاگر میشن، یوتیوبر میشن یا هر چیزی،
تو کل کشورهای خارجی دیگه خوشی زده زیر دلشون میان این جلوی دوربین میشینن یکم برای شما صحبت کنن و نه واقعا اینجا سختی خاص خودشو داره. دروغ میگی، به خدا دروغ میگی، به علی دروغ میگی عزیزم. نه الان مثلا خود روزان فکر کنم در کنار دانشگاهی که میری داری کارم میکنی دیگه. دقیقاً. مثلا من در کنار دانشگاه دارم یه کار پاره وقتم دارم که انجام میدم. کار پاره وقتم که در کنار دانشگاه انجام میدی خب یکم کمک هزینه برات میشه که مثلا یه پول تو جیبی در بیاری، حالا مثلا کار تفریحاتی که میخوای انجام بدی یا مثلا لباس بخوای بخری، بیرون بخوای بری و یکم از اون پولش در میاد برات. ولی کلا اینطوری نیستش که مثلا کسایی که ایران هستین فکر میکنیم واقعا داره به ما خیلی خوش میگذره. الان داریم هر روز پارتی میکنیم، میریم بیرون مسافرت این ور اون ور. اون چیزی که در واقع توی اینستاگرام میبینین واقعیت نداره همش. آخه فکر کنم خودشون هم اگه چیزی رو توی اینستاگرام پست میکنن یا مثلا هر کسی فقط اون کل زندگیشون نیست، یعنی آدم بیشتر از خوشگذرونیاش چیزی رو پست میکنه. نمیاد مثلا من الان تایمی که دارم کار میکنم دارم تلاش میکنم پول در بیارم یا چه میدونم اون تایمی که ناراحتم تو خونه نشستم دپرسم و نمیام برای شما مثلا به اشتراک بذارم. اینجا اگه بخواد آدم موفق بشه واقعا باید خیلی تلاش کنه، هم از نظر زبان، از نظر کاری، از نظر درسی باید خیلی تلاش کنه واقعا. مثلا من دانشگاه که میرم در کنار مثلا دانشگاهم یه پول مثلا بافوک بهش میگن اینجا کمک هزینه هستش که دولت بهت کمک میکنه، مثلا بستگی به شرایطت داره. هر ماه مثلا ممکنه اگه تنها زندگی کنی تا 700 یورو بهت تعلق میگیره. ولی 700 یورو پول کرایه خونه هم هست؟ آره همه چی روش هست. مثلا 700 یورو یا 800 بستگی داره که مثلا شرایطت چطوری باشه. بهت مثلا یه پولی تعلق میگیره، بعدش درسی که تموم شد سر کار که وارد شدی بعدش بعد این پول رو مثلا بهشون برگردونی، نصف پولی که بهت دادن رو بعد بهشون برگردونی. بعد اون وقت چقدر کرایه خونه میدی از اون 700 تا؟ الان این خونه که من هستم چون شهر کوچیک هستم خب قیمت خونه خیلی مناسب تره با شهری که مثلا شهرهای بزرگتر مثل دوسلدورف خب گرون تره. جایی که من هستم تقریبا الان با برق و اینترنت و همه چی روی خونه هست 520 یورو. 520 یورو تو 700 تا میگیری در واقع 100 خورده. حالا بگیم مثلا 800 یورو طورا مثلا 200 خورده. واقعا با 200 خورده تو آلمان نمیشه زندگی. مثلا این اواخر که همه چی خیلی گرون شده، مثلا تا میری یه فروشگاه مواد مثلا چه میدونم مثل پیاز و گوشت و اینا بخوای بخری 50 یورو الکی میدی میای بیرون، یعنی خیلی گرون شده همه چی. اینجا 2 نفرم که باشن، حالا زن و شوهر یا پارتنرم که باشن، با هم کار بکنن باز یه وقت میبینی آخر ماه کم میارن و واقعا نمیرسه پول. حالا چه برسه که مثلا فقط 200 یورو واقعا چیزی نیست. شما الان فکر کنید 200 یورو رو به پول ایران برگردونی شاید یه مقداری پول چشمگیری بشه، ولی واسه آلمان واقعا چیزی نیست. واسه آلمان یعنی کمه. آره. به خاطر همین در کنار دانشگاه یا هر کاری که میکنی حتما باید یک کار پاره وقت هم داشته باشی که پول تو جیبت در بیاد. حالا من دیده بودم تو کارهای پاره وقت تو از یه اپ خاصی چیز می‌کنی. آره نکته خوبی اشاره کردی. به بچه‌ها معرفی کن. اگه دانشجوی آلمان هستین، یعنی تو آلمان درس میخونین و کار میکنین و اینا، میتونم 2 تا اپو بهتون معرفی کنم. یکیش هست اسمش زنجابه، حالا میتونیم بعداً توی ویدیو بهتون نشون بدیم. یه دونم اینستافه یا اینستاف بهش میگن. تو اونجا مثلا کارهای پاره وقت دانشجویی هستش که مثلا یه خوبی که داره و من این کار رو انجام میدم اینه که خودت مثلا میتونی انتخاب کنی که مثلا امروز ببینی چه کارهایی مثلا پست گذاشتن که مثلا میتونی انجام بدی. میزنی چه میدونم مثلا میگم برای مثال کلنقی، یعنی گارسونی برای کسایی که آلمانی بلد نیستن. مثلا گارسونی میتونی بکنی، مثلا چه میدونم امروز نیاز دارن توی هتل اینجا مثلا یا تو مرکز شهر مثلا دستمزدش هم مثلا هست ساعتی 15 یورو 14 یورو بستگی داره خب تو کدوم یکی از حتی نمایشگاه‌ها و اینا. حتی نمایشگاه‌ها میتونی کار کنین، مثل همون نمایشگاه میشه نه؟ آره مثل نمایشگاه مثلا میشه رستوران، هتل، کارهای خیلی خوبی هست توش میشه کارهای پیدا کرد. مثلا توی حتی استادیوم فوتبال من مثلا کار کردم. مجانی میتونی فوتبال ببینی. آره نه خوبه.
مثلا دیگه چیز سکیوریتی یه بار وایساده بودم، کار جالبی توش هست که میتونین امتحان کنین. مثلا سکیوریتی مثل حالت فکرم تو ایران هم میگن سکیوریتی، ولی خب این حالت امنیت ماننده، یعنی یه جا وای میستین نمیذارین حالا افراد متفرقه وارد یه جایی بشن یا مواظب اون جا هستین تقریبا. آره. بعد مثلا توی اینستاف یه خوبی که داره، خودتون مثلا میتونین مثلا زده که یه کاری رو که انتخاب میکنین، مثلا زده که حقوق میخوای چقدر بگیریم، از بین 13 یورو داره، 11 یورو تا مثلا 16 یورو. مثلا من خب خیلی بالا نمیزنم چون ممکنه ردم کنن قبولم نکنن، به خاطر مثلا بین 15 میزنم، معمولا 15 میزنم که حالا نه خیلی پایین باشه نه خیلی بالا باشه. این خوبی رو داره. ولی زنجابم مثلا ببینم توی اینصاف مثلا کار زیاد نیستش، میرم توی زنجاب یکم نگاه میکنم، زنجابم خوبه. بعد زنجاب یه خوبی که داره، اون روز که کار کنی یه 2-3 روز بعدش مثلا نصف حقوق رو بهت میده، بقیه‌اش رو آخر ماه بهت میده. این صاف اینجوری که 15 ماه بعدی بهت همه پولتو بهت میده. این یکم برای ما دانشجوها یکم سخته، چون خب به پول نیاز داریم و اینا، به خاطر همین زنجاب بهتره. ولی خب توی زنجاب زیاد کارهایی که ما به درد ماها بخوره نیستش، مثلا کارهای توی لاگ هیلفاش مثلا کمک میکنه. ترنسلیت خراب شده ببخشید. انبار، مثلا تو انبار، کارهای انبار مثلا میتونید آدم کار کنه که برای ما دخترها خب یکم سنگینه این کار. بعد بگردین دو تا از اپ ها مثلا بگردین، میشه چیزایی پیدا کرد. یه کات ببینیم مثلا میگیره. مرسی که تا اینجای ویدیو همراهیمون کردین. لایک، سابسکرایب، کامنت یادتون نره، سوال بپرسین، بگین که چی چیزای دیگه دوست دارین. این پارت 1 بود. حالا باز دوباره یه پارت دیگه هم هست با روژان میگیریم براتون، دوباره اون پارت هم میذاریم با یه سری سوالای متفرقه. اگه دوست داشتین حتما با ما همراه باشین. خوشحال میشیم. خدافظ. بای بای.